اگر تو هم با من موافقی که زندگی و رنج‌های اون معنای خاصی دارن و قرار ما رو رشد بدن، این ویدیو رو از دست نده. سلام، من فائزه بروجردی هستم، مربی توسعه فردی و عزت نفس. امروز قراره با هم در مورد معنای زندگی صحبت کنیم. اینکه رنج‌ها و سختی‌های زندگی قراره چه درسی به ما بدن و قراره از ما چه چیزی ساخته بشه. پس تا آخر این ویدیو همراه هم باش. یک اصلی بچه‌ها توی زندگی و دنیا وجود داره و اون اصل اینه که زندگی پر از سختی و زیبایی است. یعنی قرار نیست زندگیمون آسون باشه. قرار نیست همش لذت و خوشی و تفریح باشه. زندگی ما سینوسیه، پر از بالا و پایینه. یکم به اطرافتون نگاه کنید. چی میبینید؟ هر آدمی از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که از دنیا میره یه سری چالش ها و سختی هایی رو تجربه میکنه. یه نفر شرایط مالی بد رو تجربه میکنه. یه نفر پدر مادرش رو از دست میده. یه نفر فرزندش رو از دست میده. یه نفر شرایط تحصیل نداره. یه نفر ورشکسته میشه. یه نفر مشکل عاطفی داره. یکی نمیتونه ازدواج کنه. یکی بچه دار نمیشه. یکی بچه دار میشه، بچه معلول داره. همه ما در طول زندگیمون یه عالمه مشکلات رو باید تجربه کنیم، یه عالمه سختی رو تجربه کنیم و بعد از این دنیا میریم. و این دیدگاه که ما اومدیم تو این دنیا تا در واقع زندگی آسان و پر از تفریح و لذت داشته باشیم و اصلا سختی نبینیم، این یه دیدگاه کاملا غلطه. این یه توقع غلط بچه ها. اصلا دنیا محل آسانی نیست. توی دینمون هم توی اسلام هم مرتب به این مسئله اشاره شده. ما نیومدیم برای یک زندگی آسان. ما اومدیم برای گذر از سختی‌های مختلف که ساخته بشیم، که تبدیل به الماس بشیم، که اینها همه برای ما معنا داشته باشه، که هدف داشته باشیم، که تلاش کنیم، که رشد کنیم، که یاد بگیریم، تجربه کنیم. پس اصلا هدف از زندگی یک شرایط آسون نیست، یک تجربه آسون نیست. قرار سختی هایی رو در برهه های مختلف زندگیمون تجربه کنیم، ولی مهم اینه که این سختی ها برامون معنا داشته باشه و بتونیم با گذر از این سختی ها رشد کنیم، پیشرفت کنیم و بریم لول بالاتر، بریم پله بالاتر. این میشه معنای سختی های زندگی. حالا بعضیا ممکنه فکرشون این باشه که خب ما زمانی که میایم و در واقع به قرون جدید میرسیم، خب تکنولوژی میاد، هر دوره تکنولوژی های بیشتر، بعد نسبت به گذشته سختی ها کمتر میشه. نه، اینجوری نیست. ببینید شکل سختی ها تغییر میکنه. یعنی ممکنه مثلا در 1000 سال پیش سختی های دیگه‌ای بوده، الان یه سری در واقع شکل های جدیدی از سختی اومده. یا تو زندگی خود ما ممکنه سختی از شکلی به شکل دیگه تبدیل بشه. وقتی بچه بودیم یه سختی‌هایی داشتیم، خب باید درس می‌خوندیم، باید مدرسه می‌رفتیم، باید یه سری مسئولیت‌هایی رو قبول می‌کردیم. الان که والد هستیم، پدر مادر هستیم، شاغل هستیم، باز یه سری سختی‌های دیگه‌ای داریم. ولی در کل باید اینو بدونیم جنس زندگی از سختیه. سختی و آسانی البته کنار هم، ولی قرار نیست که ما به آسانی و در واقع خوشی مطلق برسیم. قراره تو هر دوره‌ای از زندگیمون یه سری چالش‌ها و سختی‌هایی رو تجربه کنیم. حالا مهم اینه که در کنار این سختی‌ها بتونیم زیبایی‌های زندگی رو هم ببینیم. در واقع اینکه طلوع خورشید چقدر قشنگه، صدای بارون چقدر آرامش بخش و عاشقانه است، اینکه روی برگ‌های پاییزی وقتی قدم میزنی اون صدای خشخش برگ‌ها بهت حس خوب میده، بوی نوزاد، صدای خنده یک کودک، طلوع و غروب خورشید، دیدن ستاره ها توی کویر، خیلی قشنگه بچه ها. اینا لذت های زندگیه.
طعم خوش قرمه سبزی که مامانت برات پخته. پس زندگی ترکیبی از سختی ها و زیبایی هاست. مهم اینه که ما هر دو اینها رو ببینیم و بپذیریم. پذیرش خیلی میتونه بهمون کمک کنه. مثلا ما چه سختی هایی میتونیم توی زندگیمون داشته باشیم؟ غم عزیزانمون، غم از دست دادن عزیز، حالا پدر مادر، فرزند، خواهر برادر، فرقی نمیکنه. نداری، بیپولی، بیماری، تنهایی، دلتنگی، اینا همه سختیه. ولی گفتم در کنارش اون زیبایی ها رو هم داریم توی زندگی و آدم خوشبخت کسیه که هر دوی اینها رو کنار هم میبینه و تاب میاره، میپذیره. یک باور اشتباه وجود داره و اون اینه که سختی بده، در حالی که سختی رنج داره ولی بد نیست بچه‌ها. زندگی آسان هیچ رشد و پیشرفتی توش نیست. زندگی آسان مثل یک برکه راکده که اون آدم در واقع هیچ رشدی نمی‌کنه. دقت اگه بکنید توی زندگی خودتون، ما بیشترین رشد و پیشرفت رو توی دوره‌هایی داشتیم که خیلی شرایط سختی رو داشتیم تجربه کردیم و در واقع توی اون شرایط سخت بوده که ما شخصیتمون رشد کرده، تغییر کردیم. بنابراین سختی‌های زندگی میان تا ما رو رشد بدن، تا باعث پیشرفت ما بشن. ما هیچ وقت حسرت زندگی آدم‌های معمولی رو نمیخوریم. همیشه حسرت زندگی آدم‌هایی رو میخوریم که خیلی موفقن و آدم‌های موفق بچه‌ها زندگی آسونی نداشتن. شما نگاه کنین، تمام ورزشکارا، تمام ثروتمندا، تمام آدم‌های مهم سیاسی و آدم‌های بزرگ، چه حالا در سطح ملیمون، چه در سطح جهانی، چه شخصیت‌های دینیمون، همه آدم‌هایی هستن که سختی‌های زیادی رو تحمل کردن و زندگیشون خیلی فراز و نشیب داشته. حتی از شخصیت‌های معاصر بخوام بگم، مثلا کریستیان رونالدو، خب الان یه شخصیت ورزشی و اسطوره هست دیگه در سطح جهانی. خب زندگی این آدما که بخوای بررسی کنی، میبینی زندگیش خیلی فراز و نشیب داشته. خیلی این آدم به خودش سختی میده. اصلا یک زندگی شبیه زندگی دیگران نداره. یه روتین خیلی سخت داره. صبح زود بیدار میشه، ورزش میکنه، تغذیه و رژیم خاصی داره، تمرینات ورزشی خیلی زیاد و مستمری رو داره. شرایط زندگی خاصی داره که حالا به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کرده. پس این سختی ها بوده که این آدم رو تونسته رشد بده و باعث پیشرفتش بشه. حضرت علی هم در مورد سختی ها و خوشی های زندگی یک روایت خیلی قشنگ و آموزنده‌ای دارن. حضرت علی فرمودن که روزگار 2 روزه یا زندگی 2 روزه. یک روزش موافق میل توه و یک روزش مخالف میل تو. زمانی که موافق میل توه یعنی خوشی و آسانیه، زیاد خوشحال و مغرور نشو. و وقتی مخالف میل توه یعنی زمانی که به سختی ها میافتی، ناامید نشو. چرا که زندگی هر 2 روز رو برای تو امتحان میکنه. یعنی پس بنابراین ما توی زندگیمون هم شادی داریم هم سختی. مهم اینه که نه زیاد مغرور بشیم نه اینکه ناامید بشیم. نکته مهم اینجا بچه‌ها اینه که پس ما هر دوتا رو توی زندگیمون داریم، هم آسانی هم سختی. مهم اینه که بپذیریم، مهم اینه که نگاهمون به سختی های زندگی این باشه که همین سختی هاست که ما رو رشد میده، همین سختی هاست که الماس درونمون رو تراش میده و اون الماس زیبا شکل میگیره. بنابراین هم سختی ها رو ببینیم، هم از دل اون سختی ها زیبایی های زندگی رو ببینیم و ازش لذت ببریم. در کل ما توی زندگیمون 2 نوع سختی داریم. اگر من بخوابم این یه نوع سختیه. چرا؟ چون بعد باعث بیماری، تنبلی و کسالت من میشه. اگر من صبح زود بیدار شم و شروع کنم ورزش کنم، این هم یه سختی داره. مهم اینه که من بین این 2 تا رنج و سختی کدوم انتخاب میکنم. سختی اول که منجر به بیماری میشه، سختی دوم که منجر به موفقیت و سلامتی و رشد من میشه. همیشه بچه‌ها ما توی زندگیمون
2 تا انتخاب داریم، در واقع 2 تا انتخابی که هر 2 تا سختی و رنجه، ولی یکی منجر به موفقیت میشه، یکی منجر به کسالت و در نهایت بیماری و عدم موفقیت. همیشه باید بین این 2 تا گزینه انتخاب کنیم. مثلا رنج کدوم رو انتخاب میکنی؟ هیکل خوب داشتن یا هیکل خوب نداشتن؟ خب هیکل خوب داشتن سخته. چرا؟ چون باید ورزش کنی، رژیم بگیری. هیکل خوب نداشتن هم سخته، چون نتیجهش میشه بیماری و عذاب. کدوم انتخاب میکنی؟ صبح زود بیدار شدن یا بیشتر خوابیدن تا ظهر خوابیدن؟ هر 2 تاش سخته، ولی هر کدوم یه پیامدی داره. پس باید سعی کنیم بین سختی ها اون سختیی که نتیجه خوبی برای ما داره، موفقیت، سلامتی، تندرستی، پیشرفت مالی، رابطه عاطفی خوب، حداقل اون سختی رو انتخاب کنیم که نتایج خوب رو هم بتونیم به دست بیاریم. اگر این ویدیو رو دوست داشتی، برات مفید بود و بهت کمک کرد، همین الان کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله کوچولو رو به صدا در بیار برای که فیلم های بعدی رو بهت نمایش بده و برام کامنت بذار که از نظر تو معنای درد و رنج و سختی های زندگی ما چیه. با عشق کامنت هاتون رو میخونم و پاسخ میدم و کنارتون هستم. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خداحافظ.